سلام بچه ها، بالاخره بعد از 1 ساعت درایو رسیدیم به برزبن. اینم هتلمونه. تقریبا 1 ساعت راه بود از گولد کوست به برزبن. لازم نبود تو صف وایسیم، آقای کلید ماشین اومد گرفت که ببره ماشین تو پارکینگ دیگه بریم داخل. چقدر رنگ قرمز شاده، یه حس خوب میده به آدم. جنس خسته از خوابش. اینم اتاقمون، اینم ما. خیلی خوشگله، آینه‌اش چقدر باله، چه خوبه این. هی. چه ویو خوشگلی. بیایم بریم بیرون ببینیم چجوریه. ویو رو ببین چه باله. این همون رودخونه است فکر کنم که میگن در امتداد شهر کشیده شده. این همون رودخونه است به احتمال زیاد. اینم ویو صبح همون رودخونه. گفتم صبحم یه ویو براتون بگیرم. خیلی خوشگله، صبحش هم قشنگه. الان تقریبا 5:30 صبحه. ببین چقدر هوا روشنه. زود بیدار شدیم که بریم یه ساحل شنی. بوک کردیم که با فری بریم، ساعت 7 باید اونجا باشیم. نزدیک جزیره ایم، داریم میرسیم. همینطور که میبینیم مردم ماشیناشون رو سوار کشتی کردن که ببرن اون طرف. حتما باید ماشینای 4 wheel drive باشه که شما بتونید رو شنا رانندگی کنی، وگرنه گیر میکنه. ماشین قوی احتیاج داره. اکثرا هم ماشین خودشون آوردن که با ماشین خودشون برن درایو کنن و ببینن جزیره رو. ولی ما که با این گروهی ماشین خودمون رو نداریم و یه ماشین بزرگ 4 wheel drive هست. باید بریم سوار اون بشیم و منتظریم که ما رو ببرن اونجا. خیلی خوشگله. قایق اونها رو. اونهاشون ماشین ماست. شبیه اتوبوسه. اتوبوس 4 wheel drive. چه باحاله. اینا هم که ماشین خودشون آورده بودن دارن میرن، دارن راه میافتن. ما هم بریم سوار شیم که راه بیافتیم. ماشین جلویی ما تو شن گیر کرد. الان منتظریم که از شن درش بیارن. تو ماشین خیلی گرم بود، اصلا نمیشد منتظر وایساد. اون ماشینه میبینید؟ اون یه تریلر بسته به خودش و خیلی سنگینه، گیر کرده. بچه ما فرصت و غنیمت شمردن برای عکاسی. چند تا پتومت هم دورشو گرفتن که بتونن اینو درش بیارن. من نمیدونم چرا تریلر رو جدا نمی کنم. تریلر رو جدا کنی یه ماشین دیگه بکشتش. یه پت دیگه رفت کمک. خیلی خوشگله این جنگل. خیلی جالبه وسط این همه شن این درخت های خوشگل چجوری رویده. خیلی باحاله.
مثل اینکه رضایت داد اون تریلر رو جدا کنن از ماشین، یه ماشین دیگه بکشه. داره این یکی ماشین داره میکشتش این دفعه. ببینیم چی میشه. کلا یه ملت رو معطل کرده، فقط ماشین ما نیست، تا همه اون ماشینایی که داشتن می اومدن اونا همین پشتگیر کردن، چون همین یه مسیر فقط هست به سمت سندون، اون شنایی که سرسره بازی میکنین روش. داریم میریم اونجا و فقط همین یه مسیر است به سمت سندون. یی بالاخره راه باز شد. چقدر بالا پایین میشی. رسیدیم. چقدر خوشگله اینجا، چقدر باله، همه جا شنه. قراره با این تخت‌ها بریم سرسره بازی کنیم. این آقای داره به ما میگه چه جوری سر بخوریم، چه نکاتی رعایت کنیم که پر دهنمون و چشامون شن نشه و اینکه دست و بالمون زخم و زیلی نشه. If you do so happen to make that little bit of a tumble and you make a dent in the sand, so say it's like a massive dent like that, just for the next person down, please make sure you grab your board just like so, scrape it off the next person, that way it's nice and smooth. Now we might be able to just try and get 2 runs in. برنامه جزیره‌مون تمام شد دیگه، داریم برمیگردیم. از اینجا به بعد نتونستم فیلم بگیرم چون نمیشد دوربینو ببریم تو شنا، ممکن بود بیفته و دیگه پیدا نشه وسط شنا. و بعدش هم رفتیم اسنورکلینگ، رفتیم با توی اقیانوس با ماهیا و شارک و لاک‌پشت و اینا شنا کردیم. باز هم دوربینم ضد آب نبود که بتونم ببرم و فیلم بگیرم. به معمول خوابش برده. این بالا هم استخر داره، چه ویو قشنگیه، ولی من اصلا دیگه حال شنا کردن ندارم. امروز از صبح تو آب بودیم، تو دریا بودیم. شاید حالا فردا صبح اومدم شنا کردم، ولی ویوش خیلی قشنگه، خیلی باله. اومدیم بیرون، گفتیم که نایت مارکتش رو از دست ندیم. یه ذره دیر اومدیم بیرون چون خسته بودیم، استراحت کردیم. تقریبا خلوت شده اینجا، همه دارن میرن خونه هاشون، ولی بازم باله. هنوزم بیرونن، هنوزم زنده است. یاد ایران میفته آدم با این مارکت ها. اون غرفه اونجا داره طالع بینی میکنه، کف بینیه، چه باحاله. یه دونه از اینا موقعی که کوینزتاون رفتیم تو نیوزلند بود، یا آقایی بود که کف بینی میکرد. تو ویدیو قبلیم شاید دیده باشیم. هم وسایل پت میفروشه برای سگ و گربه ها، قلاده و چه باحال اینا، خوش رنگه. اینم قاب گوشیه، چه خوشگله. اینا دستساز بچه ها، خیلی باحاله. چرخ فلک معروفشه که میتونی بری سوار شی و یه ویو خوبی از سیتی داشته باشی. خیلی باحال. میخوام بریم سوار شیم بچه‌ها. این همون چرخ فلک هست که از بالکن هتل میتونستیم ببینیم.
6 صبح گفتم تا خلوته بیام از استخر استفاده کنم و ویو استخر رو تو روز بهتون نشون بدم. خیلی خوشگله اینجا بچه‌ها.